اگر مشکل بی اختیاری ادراری دارین حتما این ویدیو رو ببینید. گاهی وقتا مراجعه کنندگان عزیز ما میان با مشکلات بی اختیاری ادراری که بسیار اذیت کننده است. ممکنه که احساس ادرار داشته باشن تا بخوام برن دستشویی ادرارشون میریزه، یعنی حالت اورژانسی دارن، یا با عطسه و سرفه ممکنه کسی دچار بی اختیاری بشه، یا نه اصلا عمل جراحی شده برای آقایی که مثلا مشکل پروستات داشتن و بعد از عمل پروستات دچار بی اختیاری ادراری شده. ما برای اینها درمان داریم. شرکت BTL انگلستان تونسته با تولید دستگاهی به اسم انسلا تا حدود بسیار زیادی این مشکل رو برطرف بکنه. این دستگاه تاییدیه FDA رو هم داره و در مطالعات مختلفی که انجام شده اثر بخشی بسیار خوبی رو داشته و برای اولین بار در ایران توسط شرکت دور صنعت تنها وارد کننده انحصاری این دستگاه تهیه شده و در خدمت مراجعه کنندگان عزیز هست و در موارد زیادی که انجام دادیم خوشبختانه نتایج بسیار خوبی رو داشته. مراجعه کننده عزیزمون باید 6 جلسه تشریف بیارن. هر 3 روز یک بار یک جلسه انجام میشه. طول تایمی که اینجا تشریف دارن هولوش نیم ساعت هست و اینجا میتونن با لباس خیلی راحت تشریف ببرن، روی صندلی بشینن و هیچ نیازی به عوض کردن لباس نیست، هیچ مشکلی نداره. بعد اولی که تشریف میارن ما اینجا دستگاه رو ست میکنیم، ارتفاعش رو که کامل در حالت نشسته باشن که بتونه امواجی که از پایین دستگاه میاد کامل فوکوس بکنه روی عضلات کف لگن و بتونه که اون اثر بخشی خوب رو داشته باشه. بعد ما میخوایم حالا شروع بکنیم. ببینید الان ما قدرت داره این دستگاهمون از توان 50% براشون شروع میکنیم. دستگاه شروع میکنه که امواج فرستادن و این امواجی که در واقع فرستاده میشه هولوش 11,000 حرکت کگل در دقیقه که ما بتونیم با ورزش، خب خیلی از وقتا اینا با ورزش کردن ما نمیتونیم همچین انقباضی رو تو عضلات ایجاد بکنیم، ولی این دستگاه میتونه امواج خیلی بیشتر و با قدرت بیشتری رو بده و عضلات کف لگن رو بسیار صفر میکنه و میتونه جلوی افتادگی های زنانگی و همینطور در درمان بی اختیاری برای ما خیلی میتونه کمک کننده باشه. نه هیچ دوره نقاهتی نداره خوشبختانه و همینجوری که مشاهده میفرمایید ایشون الان میتونه کارهای خودشون رو شروع بکنن و خیلی راحت سر کار میرن و کارشون انجام میشه. داروهای مکمل نه، خیلی دارو مکملی واقعا نیازی نیست، چون ما هدف اون اینه که دیگه کسی که میخواد این کار رو انجام بده دیگه از دارو یا از جراحی دیگه خلاص بشه و معمولا هم 95% رضایت کامل رو مراجعین عزیز ما دارن. هولوش دقیقه شما من خدمت شما هم بگم 28 دقیقه طول میکشه و هیچ دردی هم ندارن. ایشون الان داره انجام میدن. حالا دیگه درد نداره. یه چیزی حالت سوزانه دیگه. آره فقط همونه وگرنه اصلا دردی نداره.